سلام به همه دوستان. خوشحالم که با ما همراه هستید. امروز میخوام درباره یکی از مهمترین و شگفت انگیزترین بخش‌های ذهن انسان صحبت کنم. این بخش از ذهن ما از آن چیزی که فکر میکنید خیلی بیشتر قدرت داره. آیا میدانستید که 95% از تصمیمات، احساسات و رفتارهای روزانه ما بدون اینکه خودمون متوجه بشیم توسط ناخودآگاه کنترل میشه؟ بله، این بخش پنهان از ذهن کنترلگر بسیاری از جنبه‌های زندگیمونه. این یه قدرت بزرگ و بی‌صداست که میتونه زندگی ما رو به یه سمت موفقیت‌های بزرگ یا مشکلات زیاد هدایت کنه. اما چطور میتونیم از این قدرت به نفع خودمون استفاده کنیم؟ چطور میتونیم باورهایی که در ناخودآگاه ما شکل گرفتن رو تغییر بدیم و به سمت زندگی دلخواهمون حرکت کنیم؟ در این ویدیو قراره به این سوالات پاسخ بدیم. نه تنها در مورد اینکه ناخودآگاه چطور کار میکنه صحبت میکنیم، بلکه چند روش علمی برای برنامه‌ریزی ناخودآگاه به شما میگم که میتونن زندگی شما رو به کلی تغییر بدن. پس تا آخر با ما همراه باشید. بذارید اول دقیق‌تر بررسی کنیم که ناخودآگاه چی و چطور عمل میکنه. ناخودآگاه یه بخش از ذهن ماست که تمام اطلاعات و تجربیات گذشته ما رو ذخیره میکنه، حتی از لحظات کودکی که خودمون هیچ وقت به یاد نمیاریم. تصور کنید که ناخودآگاه مثل یک ابر کامپیوتری که هیچ وقت خاموش نمیشه. این کامپیوتر تمام اطلاعاتی که از دنیای اطراف دریافت میکنه رو پردازش میکنه و سپس به صورت ناخودآگاه اون رو در زندگی ما به کار میبره. وقتی شما در حال رانندگی یا پیاده روی هستید، بدون اینکه بخواهید، ناخودآگاه به شما کمک میکنه که بدون فکر کردن به کارهایی مثل گاز دادن، ترمز کردن یا حتی تصمیم گیری های کوچیک دیگه رو انجام بدید. این یعنی ناخودآگاه همیشه فعال و کارا است. اما نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که ناخودآگاه همچنین باورهایی که شما از بچگی گرفتید ذخیره میکنه. این باورها میتونن مثبت یا منفی باشن و به طور مستقیم روی تصمیمات و رفتارهای شما تأثیر بذارن. برای مثال، اگر در کودکی به شما گفته شده که تو نمیتونی هیچ کاری رو درست انجام بدی، این جمله به صورت ناخودآگاه در ذهن شما ثبت میشه و ممکنه همیشه حس کنید که در انجام کارها شکست میخورید، حتی بدون اینکه خودتون متوجه بشید. خب، حالا که فهمیدیم ناخودآگاه چطور عمل میکنه، بیایید ببینیم چطور میتونه زندگی ما رو شکل بده. ناخودآگاه خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر میکنید روی زندگی شما تأثیر داره. این بخش از ذهن شما به طور ناخودآگاه بسیاری از رفتارها و عادتهای روزانمون رو هدایت میکنه. چند تا مثال میزنم. فرض کنید که شما همیشه در موقعیت‌های مهم و حساس اضطراب دارید و نمیتونید درست تصمیم بگیرید. این احساس به خاطر باورهای ناخودآگاه که در ذهن شما ثبت شده است ایجاد میشه. مثلا ممکنه فکر کنید که من هیچ وقت نمیتونم در موقعیت‌های استرس‌زا موفق بشم. ناخودآگاه هم طبق همین باورها عمل میکنه و باعث میشه که شما از مواجه شدن با چنین موقعیت‌هایی بترسید یا به خودتون شجاعت کافی برای عمل کردن ندید. این همون جایی که قدرت ناخودآگاه میتونه هم به نفعتون باشه و هم به ضرر شما. این بخش از ذهن چیزی رو که باور کنید به واقعیت تبدیل میکنه و چیزی رو که باور نکنید به واقعیت تبدیل نمیکنه. بنابراین اگر باورهای منفی دارید، ناخودآگاه همیشه اونها رو تایید میکنه و شما رو در مسیر شکست قرار میده. اما اگه باورهای مثبتی دارید، ذهنتون رو کنترل کنید. ناخودآگاه شما رو به سمت موفقیت هدایت میکنه. حالا که فهمیدیم ناخودآگاه چطور بر زندگی ما تأثیر میذاره، بیایید چند تکنیک علمی برای برنامه‌ریزی مجدد ناخودآگاهمون یاد بگیریم. این تکنیک ها میتونن باورهای منفی رو تغییر بدن و شما رو به سمت زندگی دلخواهتون هدایت کنن. یکی از ساده ترین و موثرترین روش ها برای تغییر باورهای ناخودآگاه استفاده از جملات تأکیدی مثبت است. روزی چند بار جملاتی مثل من موفق هستم، من شایسته بهترین ها هستم یا من همیشه به هدفم میرسم رو تکرار کنید. وقتی این جملات به طور منظم تکرار میکنید، ناخودآگاه شما اون رو به عنوان حقیقت میپذیرید و رفتارهای شما طبق این باورها تغییر میکنه. تصویرسازی ذهنی یکی دیگه از روش‌های قدرتمند برای تغییر ناخودآگاه است.
وقتی شما چشمهاتون رو میبندید و زندگی ایدئالتون رو تجسم میکنید، ناخودآگاه شما این تصاویر رو به عنوان واقعیت میپذیرید. تصور کنید که به همه اهدافتون رسیدید. احساسات مثبت این تصویرسازی باعث میشن که ناخودآگاه شما تلاش کنه که این تصویر رو در دنیای واقعی به وجود بیاره. مدیتیشن به شما کمک میکنه که ذهنتون رو آرامتر کنید و فضای ذهنی برای پذیرش‌های باورهای جدید ایجاد کنید. وقتی در حالت آرامش قرار دارید، ناخودآگاه شما آماده تر برای پذیرش و تغییر باورهای قدیمی است. حتی 5 دقیقه مدیتیشن روزانه میتونه تفاوت زیادی در کیفیت زندگی شما ایجاد کنه. اولین گام برای تغییر باورها، شناسایی باورهایی که محدود کننده در ذهن شناسایی باورهای محدود کننده که در ذهنتون وجود دارن. وقتی این باورها رو شناسایی کردید، میتونید به جای اونها باورهای جدید و مثبت بسازید. مثلا اگر باور دارید که من هیچ وقت موفق نمیشم، میتونید اون رو با جملاتی مثل من همیشه موفق میشم جایگزین کنید. سلبریتی‌ها بارها از قدرت خود صحبت کردند و بسیاری از آنها موفقیت خود را برنامه‌ریزی و ذهن و باورهای مثبت را نسبت میدهند. ویل اسمیت میگوید که ما همان چیزی را میشنویم که مدام به آن فکر میکنیم. اگر باور داشته باشید که میتوانید کاری را انجام دهید، ناخودآگاه شما راهش را پیدا میکنید. بسیاری از فوتبالیست‌های مشهور از قدرت‌های ناخودآگاه برای بهبود عملکردشان استفاده می‌کنند. کریستیانو رونالدو در مصاحبه‌ای گفته: من همیشه قبل از بازی خودم را در حال گل زدن تصور می‌کنم. این تصویرسازی به من اعتماد به نفس و تمرکز می‌دهد. یا حتی زلاتان ابراهیموویچ هم معتقد است که وقتی ذهن شما به پیروزی باور داشته باشد، بدن شما آن را دنبال می‌کند. این تکنیک‌ها مثل تصویرسازی ذهنی و تکرار جملات مثبت بخشی از برنامه‌های ذهنی فوتبالیست‌ها برای رسیدن به بهترین عملکردشان در زمین است. خب دوستان، امیدوارم که امروز بیشتر با قدرت‌های ناخودآگاه آشنا شده باشید و بتونید از این قدرت‌ها برای تغییر زندگیتون استفاده کنید و یاد بگیرید که ناخودآگاه شما میتونه یکی از بزرگترین ابزارهای موفقیت شما باشه. از امروز باورهای مثبت رو از ذهنتون پرورش بدید و به سمت اهدافتون حرکت کنید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد، حتما لایک کنید، نظرتون رو برام بنویسید و برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال رو سابسکرایب کنید. یادتون باشه قدرت تغییر زندگیتون رو در دست خودتونه.